میوه داریم داخل هرات در بین میوه میگم آلو سیخ بکنک. همین آلو سیخ بکنک یعنی چی؟ همون آلبالو یا بلب زیرین گلاس که میگم. گلاس میگن. ما داخل هرات چی میگیم؟ آلو سیخ بکنک. آلو سیخ بکنک. به نام خدای زمین و زمان که سقفی زده بی ستون آسمان، عرض سلام و درود حضور تمام بینندگان عزیز. باز هم خوش آمدید با یکی دیگر از ویژه برنامه‌های اصطلاحات هراتی. دوستیر پیدا کردم تا 5 اصطلاح جدید هراتی را از اینا بپرسیم. لالا خوبم، سلامتم؟ خوب هستم، بخیرم، زنده باشم. 5 اصطلاح هراتی از شما پرسان میکنم. اگر بلد بودیم بگن، نبودیم باز من راهنمایی میکنم. اصطلاح اول میگن لالا متوجه بشی که امروز میری به خونه فلانی دست گساله چاق نکنی داخل را، جنگ چیزی نکنی. همین دست گساله چاق کردن یعنی چی؟ یعنی وقتی که داخل جای مکانی که میخوایم بریم مراقب رفتار خوب باشیم که سوتی ندیم، کار اشتباهی نکنیم. خب همین دست گساله چاق کردن یعنی خطایی از شما سر نزنه، یک سوتی ندیم یا بالاخره یک مشکلی ایجاد نکنیم. درسته؟ بله. میگن برو تیتال فلانی رو بزن که همین کارا ما رو زودتر انجام بده. همین تیتال فلانی رو بزن. تیتال زدن یعنی چی؟ یعنی خود فلانی دوست شو، رفیق شو که کار ما رو زودتر پیش ببره. دقیقاً. ما یک میوه داخل هرات داریم، همه هراتی ها هم اون میوه رو میشناسم. میگم آلو سیخ بکنک. همین آلو سیخ بکنک یعنی کدوم میوه رو میگم؟ آلو بالوه. بله، آلو بالو ما داخل هرات میگم آلو سیخ بکنک. بیشتر به اطراف همین رواجه. درسته؟ بله. اصطلاح بعدی میگه برو امروز ما کار کردم، ازم صبح تا با حال ای کار میکنم، من سر گذر قلورم. همین قلور یعنی چی؟ از رو خستگی میگه ما قلوریم، یعنی از صبح تا شب که کار میکنیم خسته میشیم. به اصطلاح عامیانه ما میگیم قلور. یعنی خستگی خیلی شدید میگم قلور. میگم فلانی آفیجی. همین آفیجی یعنی چی؟ آفیجی؟ شنیدین تا حاله؟ آفیجی نشد. آفیجی رو ما به شما میگم کسی که حافظ قرآن باشه، قاری قرآن باشه، او آفیجی میگن. و یک دیگه هم میگن برای او کروکر مادرزادر چی میگن؟ آفیجی میگن. تشکر. این 5 اصطلاح جدید بود. 100 تایر بلد بودیم، 2 تایر من راهنمایی کردم. درسته؟ یا 4 تا بلد بودیم؟ 4 تا من بلد بودم، یکرم راهنمایی کردم. خب آفیجی رو هم فهمیدیم. ان شاء الله موفق باشیم. خب دوستای عزیز، در ادامه برنامه با ما همراه بشید. لالا جان خوبم، سلامتم؟ سلام، بخیرین، سلامتیم. زنده باشم، سلامت باشم. ما ویژه برنامه اصطلاحات هراتی داریم. 5 اصطلاح از شما پرسان میکنم، با ما بگم که اینا داخل هرات چی میشه، که بعضی از مردمی که در خارج کشورم یا از دیگه ولایت هم دیگه کشورم برای اینا جالبه که بفهمن اصطلاح هراتی. اصطلاح اول میگن لالا امروز میری به سفر میری یا مثلا به سر کار میری، خیلی متوجه باش که دست گساله چاق نکنی. همین دست گساله چاق کردن یعنی چی؟ به نظر من فکر کنم که دست گساله چاق کردن به این معنیه که اشتباهی نکنی یا کاری نکنی که اون نفر بعدی بیاد. دقیقاً، اشتباهی نکنی، خطایی از تو سر نزنه. خیلی درست جواب دادم. اصطلاح دیگه میگم تیتال فلانی رو بزن که امروز همین کار ما رو زودتر انجام بده. کار ما بنده بره یا تیتالی رو بزن. همین تیتال زدن یعنی چی؟ تیتال زدن یعنی که با او صمیمی شو کار بگو خودت دوست چیه که کار ما رو زودتر راه بندازه اون نفر. یعنی خودی صمیمی شی، دوست چیه که کار تو زودتر راه بندازه. خودی دقیقاً تیتال زدن یعنی نازی رو بکش یا مثلا چی بگم برای شما، احترامی رو بگیر که کار ما رو زودتر انجام بده. اصطلاح دیگه میوه داریم داخل هرات در بین میوه میگم آلو سیخ بکنک. همین آلو سیخ بکنک یعنی چی؟ همون آلبالو یا بلب زیرین گلاس که میگم. گلاس میگن. ما داخل هرات چی میگیم؟ آلو سیخ بکنک. آلو بالو میشه. درسته؟ بله. اصطلاح دیگه در داخل هرات داریم. شما فکر کنیم امروز ازم صبح تا با حال کار میکردیم، میایم بم خونه میگم گلاس چای بیار که قلورم. همین قلور یعنی چی؟ خستگی زیاد، یا که بعضی چون مردم افغانستان که بیشتر اینا کارگرم یا کشاورزم خیلی که خسته میشم و اینا، ولی از اون میگم قلورم. دقیقاً. میگن خستگی زیاد در میگم قلور یعنی جون کلا فکر کنیم امیت مور میکنه، درد میکنه، میگن قلورم. اصطلاح دیگه میگن فلانی آفیجیه. همین آفیجی یعنی چی؟ آفیجی به معنی حافظ قرآن اینا رو میگم آفیجی، کسایی که از دل میبینن. بله دل بینن. دیگه چی میشه؟ دیگه نفرای هستن که کورن
کرن، مادرزادی، اونا رو هم میگن آفیجی. درسته؟ بله. خب تشکر لاله جان.